دادا شما بسیار عذاب کشیده. بله دخترم، اون وقت روزهای سخت بود. بعد چی شد دادا جان؟ بعد خداوند به ما رحم کرد، به ما رهبری را فرستاد که مردم را سرجم ساخت، صلح و وحدت را پایدار نمود. ҳоло мо бояд ҳама кӣ набошад, мо бояд пеши роҳи харобшавӣ нест шудани миллат ва давлати тоҷикро пеш бигирем. با تلاش‌های پیشوای ملت مردم صاحب زندگی شایسته شدند. وطن آباد گردید. اکنون فرزندانم در هر خاندان نان هست. کودکان خوشبختند و جوانان برای خودشان آینده بهتر می‌سازند. دادا جان، آچا جان، ما دیگر هرگز ناشکری نمیکنیم. یک زمان نان بزرگترین ثروت بود. ما قدر نان، صلح و وطن از زمان را میدانیم. تشکر به پیشوای ملت. شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید.